خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در حدیث آمده است که در نماز تهجد سوره اعلی رو پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌خواندند و اینچنین در وانهایی که در کوارتیر است پیشاب کردن درست است، بعضا وقت کودک‌ها پیشاب میکنند. خب مسئله حدیث در نماز تهجد، نماز ویتر هم نماز تهجد است. یعنی تهجد از کلمه وجود، یعنی یک مراتبه آدم خواب کرده ثانی وقتی خواب میخیزد از همون گرفته شده است. آدم بعد خفتن خواب میکند و یک قسط راحتی خدا گرفته وقتی که میخیزد تهجد نامیده میشه. اگر در همون وقت ویتر خواند، ویتر هم یعنی به همون داخل میشه. سوره اعلی را پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک رکعت یکی سوره در رکعت یکی نماز ویتر میخواند. در تهجد نیو، در آخر تهجد. یعنی هم گفتیم که اگر معنای لغوی تهجد گیریم، ویترم اگر بعد خواب رفته خستن خوانید اگر تهجد حساب میشه، نماز شب. بله در رکعت یکم نماز ویتر پیامبر صلی الله علیه و سلم سوره اعلی میخواند، سبح اسم ربک الاعلی، و در رکعت دوم قل یا ایها الکافرون میخواند، و در رکعت سیوم قل هو الله احد میخواند. لیکن این حتمی نیست، سنت است. خوب است که خوانید، پیروی به پیامبر صلی الله علیه و سلم کنید. بله میشد که گاه خلاف عادتتون هم کار کنید، خلاف سنت کار کنید. یعنی گاه یکم رکعت به سوره اعلی دیگه سوره هم خوانید، لیکن اکثر وقت به سنت عمل کنید، خوب است.